وقتی یه سیب سرخ رو میبینی، در واقع اون سیب همه رنگا رو داره بجز سرخ. وقتی نور خورشید میخوره به سطح اون سیب، همه طیفای رنگ جذب میشه الا سرخ که بازتاب میشه و میرسه به چشم ما. نوری که راه خودش رو به داخل چشم ما پیدا میکنه میرسه به یه سری سلولای دوکی شکل. داخل چشم همه آدما فقط 3 مدل سلول دوکی شکل هست. هر سلولم فقط یه رنگو دریافت میکنه. یه سری سلولا فقط آبی، یه سری سلولا فقط قرمز، یه سری هم فقط سبز. همین 3 تا رنگ همش. ولی با این حال چشم آدم میتونه بیشتر از 20 میلیون رنگو از هم به راحتی تشخیص بده. وقتی به یه چیزی مثل پرتقال نگاه میکنی، نوری که از سطح پرتقال یعنی رنگ نارنجی میرسه به داخل چشمت، هر کدوم از این 3 تا سلول رو به یه اندازه تحریک میکنه. اونی که آبیه رو مثلا 60%، اونی که سبزه رو 20% و اون یکی دیگر هم 20% تحریک میکنه. این 3 تا هر کدوم یه سیگنال جداگونه میفرستن به حالا مغز مثل یه قلمو روی بوم نقاشی شروع میکنه این سیگنالا رو با هم دیگه ترکیب کردن و میگه اوکی تو نارنجی رو دیدی. صفحه نمایش همه گوشی هم فقط 3 تا رنگ داره، بازم همون آبی و قرمز و سبز. حالا وقتی یه گوشی میخواد رنگ نارنجی رو به ما نشون بده، عین همون قضیه مغز و چشم، این دفعه میاد به یکی از پیکسل‌ها که مسئول رنگ آبیه میگه شما 80% روشن شو. پیکسل قرمز رو میگه 10%، پیکسل سبز هم میگه 10% روشن شو. این 3 تا با هم میان میرسن به اون 3 تا سلولی که داخل چشم ما هست و مغز با هم تشخیص میده اوکی این نارنجیه. در واقع وقتی یه پرتقال رو توی طبیعت میبینیم، نوری که از اون بازتاب میشه و میرسه به چشم ما توسط اون سلولای دوکی شکل ترجمه میشه به یک کد ستایی از آبی و قرمز و سبز. این کد میره داخل مغز و دوباره تبدیل میشه به رنگ نارنجی. صفحه‌های نمایش واسه اینکه رنگ نارنجی رو نشون بدن، از اول همون کد ستایی ترجمه شده رو صاف میفرستن تو چشم. مغزم کارشو به خوبی انجام میده و همون رنگ نارنجی رو میبینه. حالا فکر میکنم کاملا متوجه شدی نارنجی که توی طبیعت میبینی با نارنجی که توی صفحه نمایش گوشیت میبینی چه فرقی داره. تقریبا میشه گفت هیچ.